مربی آلمانی که اکثر ما با افتخاراتش با لیورپول با اون آشنا شدیم ممکن است به ظاهر معمولی به نظر برسد، اما این مرد به ظاهر معمولی در فوتبال به موفقیت‌های خارق‌العاده‌ای دست یافت. از رهبری بورسیا دورتموند تا 2 قهرمانی بوندسلیگا و 1 فینال لیگ قهرمانان اروپا گرفته تا پیروزی‌های تاریخی او با لیورپول، نشان دهنده این بود که او واقعاً یه آدم معمولی نیست. بازیکن فوتبال دسته دومی که تبدیل میشه به یکی از بهترین مربیان نسل خودش. انسانی که نه تنها به خاطر سبک بازی جدیدی که ارائه داد، بلکه به خاطر روحیه شکست‌ناپذیری، رهبری فوق‌العاده و انعطاف‌پذیریش توجه همه هواداران فوتبال رو به خودش جلب کرد. این داستان آقای معمولیه. یورگن کلوپ در 16 ژوئن 1967 در شتوتگارت آلمان به دنیا اومد. اون که تو شهر کوچک ماینز بزرگ شد، از دوران جوانی در محاصره فوتبال بود. از همون کودکی مشخص بود که کلوپ علاقه زیادی به فوتبال داره. سفر فوتبالی کلوپ با باشگاه‌های جوانان محلی آغاز شد و در نهایت اون رو به ماینز 05 رسوند، جایی که او کار حرفه‌ای خودش رو به عنوان یک فوتبالیست حرفه‌ای آغاز کرد. او بیشتر دوران حرفه‌ای خودش رو از سال 1990 تا 2001 در ماینز گذروند و نگرشش و تعهدش او رو به یکی از محبوب‌ترین طرفداران باشگاه تبدیل کرد. او به عنوان رکورددار گلزن ماینز بازنشسته شد و در مجموع 56 گل از جمله 52 گل در لیگ به ثمر رسوند. پس از اعلام بازنشستگی از فوتبال، او بلافاصله در سال 2001 به عنوان سرمربی ماینز انتخاب شد که در طول 7 سال سرمربیگری ماینز این تیم برای نخستین بار به مسابقات بوندسلیگا صعود کرد. در پایان فصل 2006-2007 کلوپ به همراه این تیم به بوندسلیگای 2 صعود کرد، هرچند که کلوپ همچنان به عنوان سرمربی در این باشگاه به کار خود ادامه داد. در پایان فصل 2007-2008 پس از اینکه کلوپ نتونست تیم ماینز رو به پیکارهای بوندسلیگا بازگردونه، از سمت خود استعفا داد. اما در نهایت تاکتیک‌های نوآورانه و سبک رهبری پرشور کلوپ که به ماینز کمک کرد تا به بوندسلیگا صعود کنه، مورد توجه باشگاه‌های بزرگتر آلمانی قرار گرفت و همین سرآغازی برای دوران طلایی کلوپ شد. در ماه می 2008 کلوپ با قراردادی 2 ساله با باشگاه بورسیا دورتموند جایگزین توماس دالی شد که به همراه این تیم نتایج ضعیفی رو کسب کرد. در نخستین فصل حضورش در دورتموند این تیم رو در پایان فصل به جایگاه ششم و در فصل پس از آن به جایگاه پنجم رساند. درخشش او در رهبری این تیم سبب تمدید قرارداد او با باشگاه بورسیا دورتموند شد. در فصل سوم حضورش در دورتموند این تیم افول کرده رو متحول کرد و با این تیم در حضور بایر مونیخ به عنوان قهرمانی بوندسلیگا دست یافت. دورتموند تحت هدایت او بوندسلیگا را در سالهای 2011 و 2012 برد و در سال 2013 به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسید. هرچند که در بازی پایانی که در ورزشگاه ومبلی برگزار می‌شد با نتیجه 2-1 مغلوب رقیب سنتیشون یعنی بایر مونیخ شد. در فصل 2014-2015 کلوپ به همراه دورتموند نتایج ضعیفی را کسب کرد. هرچند که در پیکارهای لیگ قهرمانان توانست از گروه خود به دور 1/8 نهایی صعود کند، اما نتایج ضعیف این تیم در طول فصل همچنان ادامه داشت. در آوریل 2015 او اعلام کرد که در پایان این فصل از سمت سرمربیگری باشگاه دورتموند استعفا خواهد داد و به استراحت خواهد رفت. اما مهمتر از همه چیز سبک بازی پرس از جلوی کلوپ که به پرس بالا و انتقال سریع بود مشهور شد و توجه بسیاری از هواداران فوتبال و سران باشگاه‌های بزرگ اروپا رو به خودش جلب کرد. در 8 اکتبر 2015 یورگن کلوپ پس از اخراج براندان راجرز با عقد قراردادی 3 ساله به عنوان سرمربی باشگاه لیورپول انتخاب شد و رسما سکان هدایت لیورپول رو به دست گرفت. وی در سال 2018 توانست با لیورپول به فینال لیگ قهرمانان صعود کند ولی در فینال از رئال مادرید شکست خورد. اما در سال 2019 توانست با شکست تاتنهام در فینال این تیم رو قهرمان لیگ قهرمانان اروپا کند. او همچنین توانست در سال 2020 7 هفته مانده به پایان رقابت‌ها تیم لیورپول رو بعد از 30 سال قهرمان لیگ برتر انگلستان کند و محبوب ترین هوادار آنفیلدی شود. شورش و رهبری کاریزماتیک و زیرکی تاکتیکی کلوپ باعث تحسین گستردگی او شد. در آگوست 2024 یورگن کلوپ اعلام کرد که از سمت خود به عنوان سرمربی لیورپول کناره‌گیری می‌کند. تصمیم او برای جدایی برای بسیاری از هواداران تعجب آور بود. میراث او در لیورپول غیر قابل انکار است. او باشگاه را احیا کرد، اونها را به قله فوتبال اروپا بازگردوند و فرهنگ پیروزی را پایه‌گذاری کرد. تأثیری که او در لیورپول گذاشت چیزی فراتر از این جام‌هاست. تأکید او بر روحیه تیمی، انعطاف‌پذیری و فوتبال هجومی را همه هواداران و بازیکنان همیشه به یاد خواهند داشت. میراثی که هیچ وقت از ذهن هواداران لیورپول از یاد نخواهد